مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیم میگه که منم داشتونی رو آقای گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. ساعتی پیش خبری عجیب و جنجالی در رسانه‌های داخل ایران منتشر شد و آغاز کننده این خبر هم خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه بود که عنوان کرده که باید اسم علی کریمی در لیست افراد تحت تعقیب پلیس اینترپل قرار بگیره، اموالش در داخل ایران مصادره بشه به نفع دولت و از اون اموال خساراتی که به اموال عمومی وارد شده پرداخت بشه. و جدیداً هم مد شده داخل ایران دیگه، یعنی هر کسی به ضررشون حرف بزنه یا به نفع مردم حرف بزنه میگه آقا اسمشو بذارید توی لیست اینترپل بگیریمش بیاریمش ایران. دقیقاً مثل همین یک ماه پیش که یه خبر اومدن تو فضای مجازی وایرال کردن که آقا اسم امین فردین و هنرمندان و سلبریتی ها انداختن در لیست افراد تحت تعقیب پلیس اینترپل. 2 ساعت دیگه ایرانه و دیدید دیگه این خبر هم حسابی وایرال شد. الان هم برای علی کریمی این خبر رو اومدن منتشر کردن که باید اسمش رو قرار بدیم در لیست افراد تحت تعقیب پلیس اینترپل. من نمیدونم اون آقازاده ها و فاضل آبزاده اون افرادی که میلیارد دزدی کردن چرا اسم اونا توی لیست پلیس اینترپل نیست؟ چرا اونا رو برنمیگردونید؟ به محض اینکه یه کسی تو فضای مجازی میاد حمایت میکنه از مردم مثل علی کریمی میگن که بذاریم خرابش بکنیم یا چند تا چیز بچسبونیم بهش که مردم ازش دور بشن. دقیقا همین کاری که می‌خواستن برای من بکنن. چقدر دروغ سمت من گذاشتن، نمیدونم این با سایت‌های قمار و شرط بندی. آقا من الان چند ماهه که اصلا باشون لایو هم نمیذارم، چرا همین حرفی الان دیگه نمیزنید؟ دارن میگردن ببینن دیگه چی پیدا میکنن بچسبونن به ما. و دقیقا از همچین روزی میترسیدن که مردم ذات واقعی سلبریتی‌های نون به نرخ روزخور به درد نخور رو بفهمن که وسط باز بودن و عملا سمت مردم نبودن. در طول این چند سال گذشته ما اومدیم افشاگری کردیم در خصوص همین سلبریتی‌ها و حالا برای مردم اثبات شد که این افراد چقدر نون به نرخ روزخور بودن. الان هم دارن برای علی کریمی همین قضیه رو رقم میزنن و میدونید در طول یک هفته گذشته مدام با استوری و پست‌ها و توییتاش حمایت خودش رو از مردم نشون داد. این در حالی بود که بازیکن تیم ملی ایران رفتن یه بازی مقدماتی دوستانه انجام دادن و در حالی که کشور در غم و اندوه و ماتم هستش، بعد از گلی که زدن یه جوری خوشحالی کردن انگار مثلا قهرمان جام جهانی شده بودن. بعد پیج فیفا و چند جای مختلف هم عکس پیروزی تیم ملی فوتبال ایران گذاشته بود. میرفتید کامنت ها رو اون زیر میخوندید، مردم فوش خار مادر بود که به اینا میداد. این در حالی بود که در کمپ تیم ملی فوتبال ایران در اتریش یک هفته بزن و برقص و بکوب و تولد به پا بود. بعد که این فوشا رو خوردن اومدن چند نفرشون پروفایلشون رو مشکی کردن که باز دوباره بیشتر فوش خوردن. گفتن آقا نمیخوام، شما اگه راست میگفتید مچبند مشکی میبستین. مهدی طارمی همینطور، همین مردمی فوتبالیستا رو گنده کردن، همین مردم پول میدادن و میرفتن استادیوم و اینا رو تو شبکه‌های مجازی گنده کردن. مهدی طارمی اومد پروفایلش رو مشکی کرد، بعد 12 ساعت پروفایلش رو برداشت و اینا ناخن کوچیکه امثال علی کریمی نمیشن. این در حالی هستش که وقتی یک نگاهی به پیج اینستاگرام علی کریمی میندازیم تا لحظه ضبط این ویدیو، چرا که هر ثانیه داره به تعداد دنبال کننده علی کریمی اضافه میشه، 1,700,000 نفر افراد اومدن علی کریمی رو در فقط اینستاگرام با توجه به فیلتر شدن اینستاگرام تو ایران که راجع به اونم صحبت میکنیم دنبال کردن. و این در حالی هستش که در طول یک هفته گذشته 2 میلیون، بیش از 2,600,000 نفر به دنبال کننده های علی کریمی اضافه شده و این نشون میده که هر لحظه داره به محبوبیت علی کریمی اضافه میشه. و از اون طرف یه سری از سلبریتی ها و نون به نرخ روزخورها اومدن پیج علی کریمی رو آنفالو کردن و ترسیدن از این حمایت. این شخص گفتن که سیاسی شده و چنین و چنان. کسی که داره از مردم صحبت میکنه، من یه سوال دارم، این مردمی که الان اومدن توی خیابون مردم بورکینافاسو کشور دیگه نیستن و مردم همون کشورن، مردم همون کشورن که مدام نزدیک انتخابات و چیزهای مختلف دعوتشون میکنید که آقا انتخابات پرشور برگزار بکنید.
مردم کشور دیگه رو با اتوبوس و نمیدونم با وعده ساندویچ و چیزای دیگه نیاوردن تو اون کشور، مردم همون آب و خاکن که دارن اعتراض میکنن که بهشون مستقیم شلیک میکنن. و بعد از اون نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که میگن که آیا هر کسی که اومد حرفی زد بگیریم ببریم، اونایی هم که خارج از کشور اسمشون بنازیم توی اینترپل، هرچی که ما میگیم درسته. این در حالی هستش که یه مجوز قانونی به افرادی که معترض هستن به شرایط حال حاضر داخل ایران، به گرونی و تحریم و چیزهای مختلف و بیکاری و فقر و آقا تو مملکت اگه شما مشکل بیکاری و فقر و گرونی و کار و مسکن مردم رو حل بکنی، مردم تو کشور آرامش داشته باشن، مگه چی بگم، آزادی و پوشش رو داشته باشن، مگه مردم دیگه مشکلی دارن؟ مشکلاتشون رو حل کنید دیگه، میتونید عمرن بتونید حل کنید. بعد از اون طرف چه اتفاقی میفته؟ میگن که خب حالا که اعتراض کردن بریم اینترنت رو ضعیف بکنیم، قطع بکنیم، اینستا رو فیلتر بکنیم، واتساپ رو فیلتر بکنیم، اسکایپ رو فیلتر بکنیم، ایکس باکس رو فیلتر بکنیم، مایکروسافت رو سایتش رو فیلتر بکنیم، نمیدونم یوتیوب و توییتر و چیزهای مختلف هم که از قبل فیلتر کردیم، فقط یه آیفون تصویری خونه مردم مونده فیلتر نکرده باشن. آب هم که قربونش برم فیلتر کردیم، یعنی باید فیلتر آب بخوریم. یعنی دیگه چیزی نمونده تو اون مملکت که اینا فیلتر نکنن. هر چی دم دستشون اومده فیلتر کردن. بعد یه مجوز هم به مردم نمیدن بیان توی خیابونا. بعد خودشون زرت و زورت میگن که فلان ساعت فلان روز پیامک میدن به مردم بیاد توی فلان جا حمایت بکنید از ما و اون اغتشاشگران، از دید خودشون رو بزنیم تخریب بکنیم و نمیدونم محکومشون بکنیم. به اونا مجوز قانونی بدید، تصویر اونا رو هم تو صدا و سیما پخش بکنید، ببینید که کدوم یکی از این افراد جمعیت بیشتری میان توی خیابون ها. این در حالی هستش که بعد از این اتفاقات و موجهای مختلفی که در طول این یک هفته گذشته اتفاق افتاده، یکی دو سال پیش اومدن یه برنامه توی صدا و سیما پخش کردن و در خصوص حجاب میخواستن صحبت بکنن. یه بار راجع به حجاب و حجاب اختیاری و اجباری برنامه گذاشتن تو صدا و سیما 2 سال پیش. تهیه کننده رو که تو گونی بردن، برنامه رو هم تعطیل کردن و نمیخواستن اصلا راجع به این موضوع صحبت بکنن. الان توی شرایط فعلی جوری شده که شما هر شبکه‌ای رو تو صدا و سیما میزنید فقط دارن راجع به حجاب مناظره برگزار میکنن. اگه همون موقع برنامه درست تولید میکردید و همه چی رو خفه نمیکردید الان به این روز نمیافتادید. میتونم بتونم نشون بدم یکی از این مناظره ها رو که در خصوص حجاب تو صدا و سیما برگزار شد که حالا بهش میپردازیم. راجع به خبر علی کریمی هم جلوتر به شما میگم که چه جزئیات اومده. این مناظره رو ببینیم. مجموعه بله ریشه‌هاش تذکرات دلسوزان توجه نشده، کار رسیده به خیابان فردی رو میبینید که دیگه اصلا نمیتوانید حتی امر به معروف بکنید، یعنی بگید آقا خواهش میکنم حجابت رو رعایت کن، چون اصلا چیزی نداره که بخواد حجابش رو رعایت بکنه. یا بعضا تقریبا دیگه در شرایط نیمه برهنگی به سر میاریم. یعنی میگه که مردم تو خیابونا لختن. من نمیدونم ایران کویت شده، ما چند وقت تو ایران نبودیم. ایشون موافق این طرح گشت ارشاد، ایشون مخالفه. خب ثابتی خب حتما نمیتوانید، ولی ما این جایی که میبینیم نمیره برهنه. آره انصافا ما هم دیدیم انصافا معلومه شما چشاتون رو درویش کنید. راست میگه. یه جمله هست میگن که حجاب باید در چشم مردان باشد نه در پوشش زنان. حتما شما خیلی نمیدونم، یکی از دوستای من دیروزم استوریش کردم میگه آقا من خیلی آدم حشری ام، خب ولی دیگه خدایی با موی زن من تحریک نمیشم. من نمیدونم اینا چی میخورن با موی زن حشری میشن، فیتیش مو دارن احتمالاً. هردی که در خیابان نافش هم پیدا میشه این بر کجا ذائقه قانونی ماست. آقای خزیان ببین من از شما بیشتر حتما تو خیابون میرم. من تا حالا حتما یه نفر ندیدم که نافش معلوم عجیبه. یا لااقل نگاه نکردی. خیلی عجیبه. یا نگاه کردی یا دنبالش بودی. یعنی میگه یا نگاه کردی یا دنبالش بودی. یعنی از این دست مناظره ها ما زیاد داریم میبینیم این روزها توی صدا و سیما، برای اینکه بخوان این ماجرا رو ماسمالی بکنن و جمعش بکنن، چون انتظار این حجم از حضور جمعیت و اعتراض نسبت به این قضیه رو نداشتن. اما از اون طرف ترسی که دارن از حمایت های یک سری از سلبریتی هایی بود که داخل ایران بودن و خارج از ایران بودن. یعنی سابقه نداشته که در طول این چند سال گذشته که به حالا هم 78 بود، هم 88 بود، هم 96 و 98 و
1400 بود، حالا 1400 که مردم اومدن تو خیابونا اعتراض کردن. تو هیچ کدوم از این سالا حمایت سلبریتی ها و افراد معروف مشهور داخل ایران رو نداشتن، یعنی به اصطلاح خودشون سلبریتی ها. و امسال و این بار خیلی عجیب ما حمایت این سلبریتی ها رو از مردم داشته. اما بریم ببینیم که خبرگزاری فارس چه خبر منتشر کرده. این در حالی هستش که دسترسی به خبرگزاری فارس در خارج از ایران محدود شده. حالا نمیدونم هکرها زحمت کشیدن که این کار انجام دادن، چیزهای دیگه. من رفتم توی یکی از این وبسایت‌ها دقیقاً همون خبری که خبرگزاری فارس بوده رو اونا هم کپی کردن و نقل قول کردن از خبرگزاری فارس رو آوردم که ببینیم مثلا فارس چه خبر منتشر کرده. عملاً نمیشه رفت وارد سایت خبرگزاری فارس در خارج از کشور شد. فارس گفته که دادستانی باید از طریق پلیس اینترپل علی کریمی را تحت تعقیب قرار دهد. حمید رضا محمدی وکیل یک دادگستری در خصوص نقش افرادی همچون علی کریمی در اتفاقات اخیر کشور بیان کرد پرونده این فرد اکنون تشکیل شده و باید به اتهامات این افراد رسیدگی شود. و گفته که وی در پاسخ به این پرسش که آیا اتهامات این افراد صرفاً تخریب اموال عمومی است یا اتهامات دیگری در بر میگیره، بیان کرد با توجه به اینکه این افراد سلاح در دست گرفتن و با حکومت اسلامی جنگیدن، اکنون اتهام محاربه مطرح و مجازات آن اعدام است. اتهام افساد فی‌الارض نیز برای افرادی که تشویق و ترغیب به این امر کردن مطرح است. یعنی همه اینا هم سر چی بود؟ سر این بود که اثبات بکنن که ما مهسا امینی رو نکشتیم، زدن هر کی که تو خیابون بود و کشتن که اثبات بکنن کسی رو نکشتن. و گفته که حالا میایم پایین‌تر و اون قسمتی که در خصوص علی کریمی هستش و گفته که جبران خسارات آتش زدن یک دستگاه آمبولانس یا پرداخت چند میلیارد تومان برای خسارات وارد شده مطرح نیست. برخی از این خسارات غیر قابل جبرانه و گفته که همانند سراسر دنیا بر اعمال سلبریتی در فضای مجازی نظارت وجود داره، از این قاعده خاص پیروی میکنن. به طور مثال این قواعد برای ترامپ نیز وجود داشته و زمانی که او از قوانین پیروی نکرد شبکه اجتماعی او تحریم شد و تمام صفحات او بسته و به میز محاکمه کشان. عزیزم، موقعی که به نفعشونه رفرنس میزنن به کشورهای خارجی، موقعی که به ضررشونه رفرنس نمیزنن. در خصوص خودرو مثلا پراید آشغالی مثل پراید و چیزهای مختلف تولید میکنن، رفرنس نمیزنن به بنز و بی ام و. در خصوص اشتغالزایی و اون بیمه هایی که در کشورهای اروپایی به خصوص در آلمان به افراد میدن و اگر افراد بیکار باشن حقوق ماهیانه به نسبت مکفی رو بهشون میدن، رفرنس نمیزنه. یارانمونه مثلا با یارانه‌ای که در کشورهای اروپایی مثل آلمان پرداخت میکنن مقایسه نمیکنه. امکاناتی که در کشورهای مختلف هست با ایران رو مقایسه نمیکنه چون به ضررشونه. ولی توی این یه مورد چون به سودشونه میگه شبکه اجتماعیش بسته شد. بعد گفته که محمدی با اشاره به این که علی کریمی با حمایت غرب هر اقدامی در فضای مجازی انجام میداد، اما متاسفانه قانون موثری در این خصوص وضع نشده. هر فردی به طور مثال 10,000 نفر بازدید کننده در فضای مجازی دارد، هم باید نسبت به تبلیغاتی که انجام میدهد مالیات پرداخت کند، هم باید نسبت به اموال رفتار و نظارت داشته باشد، زیرا آنها فلان و بیسان است. و گفته که این افراد در کشور آشوب به پا کردن و پروندهش تشکیل شده و پروندهش باید ارجاع بشه به پلیس اینترپل که برداریم بیاریمش توی ایران و تحت تعقیب قرارش بدیم. میگم دیگه هر جایی که به سودشون باشه اینا میگن که ما خوبیم، هر جایی که به ضررشون بشه میگن ما خوب نیستیم. صدا و سیما که دیگه قربونش برم، یعنی از این مناظری که حالا اگر خواستید کامنت بذارید، من ویدیوی کامل اون مناظره رو براتون میذارم توی کانال یوتیوب برنامه پشت پرده. هر جایی که به سودشون باشه میگه سلبریتی ها خوبه، هر جایی که به ضررشون باشه میگه سلبریتی ها بده. نزدیک انتخابات چپ و راست تو هر شبکه‌ای که میزدیم یه سلبریتی میکروفون گرفته و دستش میگفت درود بر بنفش، قهوه یواش، نمیدونم سبز خسته و فلان و بیسان و بهمان. نزدیک انتخابات دیگه به حال میتونستن استفاده ابزاری بکنن از سلبریتی ها دیگه. هر جا هم که به ضررشون بود میگفتن سلبریتی ها نون به نرخ روز خورن. ما آخر نفهمیدیم سلبریتی ها خوبن یا بدن. میتونیم اینا یه ویدیو هم الان بهتون
نشون بدم که در خصوص سلبریتی ها چه ویدیویی رو الان چون به ضررشونه اینو راجع به سلبریتی ها میگم. ببینید سلبریتی ها اما تنها در زمان بیکاری به تبلیغ آنچه که دلخواهشان است اقدام نمی کنند. آنها استاد ماهی گرفتن از آب گلالود هم هستند. آبان ماه 96 برای ایرانی ها یادآور زلزله ناگوار کرمانشاه است. حوادثی که هرچه برای مردم غم داشت برای سلبریتی ها سودآور بود. آبان 96 رو مثال میزنه ولی انتخابات 96 رو مثال نمیزنه. آبان یادشه، خرداد یادش نیست. بله. تعداد زیادی از آنها برای جمع‌آوری کمک‌های مالی به جای هلال احمر یا حساب‌های رسمی، حساب‌های شخصیشان را معرفی کردند و چیزی نگذشت که دادستان کرمانشاه اعلام کرد برخی از سلبریتی‌ها گویا قصد ندارند پول‌های جمع‌آوری شده را به این راحتی‌ها خرج مردم کنند. یک کلاهبرداری تر و تمیز جلوی چشم میلیون‌ها فالوور. ورود سلبریتی ها به سیاست البته از آبان و دی 1300 بگم مردم اعتماد بیشتر داشتن به سلبریتی ها تا به اون حساب های دولتی. گفتم ما پول بدیم به این افراد، یعنی این برداشت خیلی هاشون بود، اینا خرج بکنن بهتر از اینه که بریزیم به حساب های دولتی، به خاطر همین پول ریختن. خب بقیهش 98 و فراخوان آنها به تجمع و آشوب در تهران وارد فاز جدیدی شد. آنها که خود با استفاده از امکانات صدا و سیمای جمهوری اسلامی رشد کرده و برخی از آنها هنوز با پول بیت المال پروژه های خود را تولید می کردند و می کنند، مرتب بیانیه می دادند و خواهان ترسیم جامعه آرمانی خود با منطق شورش و فتنه بودند. جالب اینجاست که هیچ کدام هم یک بیانیه واقعی که در آن اعلام کنند از این پس دیگر از هیچ یک از امکانات مادی و معنوی کشور استفاده نخواهند کرد نداد و با خوابیدن موج دوباره حضور پررنگ آنها را در عرصه هایی که به بیان خودشان حکومتی بود شاهد بودیم. قصه پرقصه ورود سلبریتی های نابلد پر اشتباه حالا هم یک دو روزی است که دوباره در تب تحولات جامعه پررنگ شده و هر کسی هم حل من مزید گویان سعی می کند تا آن زمان 15 دقیقه‌ای شهرت وارهول را از آن خود کند. ورود سلبریتی های نابلد، حالا سلبریتی ها شدن نابلد موقعی که به نفعشونه و میان مردم به قول خودشون دعوت میکنن به انتخابات و چیزهای مختلف میشن بلدان. اینم شده سیاست صدا و سیما. گفتم دیگه هر جایی به نفعش باشه به سمت مردمه، هر جایی که به ضررش باشه هر چی که دلش بخواد میگه. یا مثلا اینه کی، یعنی تا دلتون بخواد ما میتونیم از این سوتیا از صدا و سیما بگیریم. اومدن یه دونه تصویر پخش کردن، نوشتن که تبریز آذربایجان شرقی زنده، مشهد خراسان رجوی زنده، یعنی تصاویر زنده. نگاه کنیم حالا سوتیشون چی بوده توی این ویدیو. این عکس با کیفیتشه، اینم حالا یه مقداری میتونم صداش هم یه ذره باز کنم داشته باشم. داریم به این نقطه میرسیم که حالا با هر اختلاف نظری که بوده این مدت رو از تیم ملی فوتبال کشورمون حمایت کنیم برای سربلند. ببینید تصاویر یه دفعه کامپیوترشون تموم شد، دقیقا مشخصه که این ویدیوها رو از توی کامپیوتر دارن پلی میکنن و زنده نیست. ببینیم که چه اتفاقی میفته. ان شاءالله با همین حمایت سویچ کردن روی تصویر. ببینید تصاویر آرشیوی و قدیمی رو با عنوان تصاویر زنده میکردن تو پاچه ملت. اینم داستان صدا و سیما شده و جالبه بدونید که در طول این چند وقت گذشته به غیر از چند تا از افراد هنرمند و سلبریتی و بازیگر از علی کریمی عملاً همشون گم و گور شدن. یه هفته هستش که نیستن و حالا هم ما میبینیم که این وسط‌ها رسول خادم جز معدود افرادی بود که از علی کریمی حمایت کرد و یک پستی رو منتشر کرد که گفتش که شما نماینده کدوم مردم هستید، در خصوص نمایندگان مجلس رو اشاره میکنه و گفته که اصلا کجایی هستید، اهل کدوم کوی و سرزمینید، اهل کدام رسم و مرامید. اگر شما نماینده واقعی مردم بودید و مطالبات اقشار مختلف مردم رو دنبال میکردید، مردم در خیابان اعتراض نمیکردن و خون نمیدادن، بلکه شما بودید که برای پیگیری مطالباتشان فریاد میزدید
و گریبان پاره می‌کردید، اگر مردم به شما به عنوان نماینده واقعی خودشان اعتماد داشتن، دادشان را پیش شما آورده بودن، نه اینکه جانشان را کف خیابان‌ها ببرن. در برابر خدا شرم نمی‌کنید که بر جایی به عنوان نماینده مردم تکیه زدید که هیچ خاصیت و توانی در انجام مسئولیت خود ندارید. وقتی آدم‌ها را یک جوری خودی میپیچند که آب روی دلشان تکان نخورد، نتیجهش میشود مجلسی که هرچه بگوییم هست به جز مجلس نمایندگان مردم، هرچه بگوییم دارد به جز انگیزه و غیرت و دفاع و پیگیری خواست مردم. بعد میگویند چرا مردم علی کریمی را دنبال میکنند، مردمی که معترضن و جایی و کسی را برای بیان اعتراضاتشان ندارند، کسی را که جایگاهی مقبول و قابل احترام برایشان داشته باشد و حرفشان را بشنود دنبال میکنند. ولو قهرمانی ملی و پیشکسوتی در ورزش باشد که هیچ منفعت شخصی هم در دنیای سیاست و در خصوص این اعتراضات ندارد. چرا نمیخواهید بفهمید که مدت هاست میلیون ها نفر از مردم این سرزمین را غیر خودی کرده اید و گوشهایتان را از هر جهت برای شنیدن مطالباتشان بسته اید؟ به چه کسی باید گفت؟ راستم میگه وقتی که در طول یک هفته گذشته بیش از 2 میلیون نفر علی کریمی رو دنبال میکنن، این نشون میده که یه نفر رو پیدا کردن که صدای اعتراضاتشون رو میشنوه. میتونم به شما یه چیز جالب الان نشون بدم که الان به صورت دقیق، چون الان سفر رفرش نکرده بودم، 1,714,719 نفر در لحظه فیکس کردن تصویر علی کریمی 11,714,719 نفر. من دوباره این صفحه رو رفرش میکنم ببینیم که به چه تعدادی رسید. از 11,714 نفر رسید به 11,724 نفر. یعنی در طول این 22-23 دقیقه‌ای که من برنامه رو ضبط کردم نزدیک به 10,000 دنبال کننده های علی کریمی اضافه شد توی این فاصله و هر ثانیه داره به تعداد دنبال کننده‌اش اضافه میشه و حالا دولت هم میگه که چون علی کریمی اینقدر داره به دنبال کننده‌اش اضافه میشه و محبوب شده، این اینترپولش رو بزنیم، اموالش هم مصادره بکنیم. دوستان که شما هم نظرتون رو در این خصوص بگید. ویدیوهای دیگه ای هم داریم در خصوص ماسمالی کردن این اتفاقات که حتما تو کانال یوتیوب برنامه پشت پرده منتشر میکنیم. کانال پشت پرده رو در یوتیوب اگر دوست داشتید سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید، برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید و نظرتون رو در خصوص این افراد به ما بگید. مرسی که تا این لحظه با ما همراه